در کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع رژنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه هیئت مشاوره عاید به جنبستی فعالیت کمیته در سال 2025 و وظیفه‌گذاری برای سال 2026 برگزار گردید. در کاری جلسه رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع رژنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک رجبالی رحمانعلی، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالسلیم زاده عبدالمجید، معاونان رئیس کمیته، سرداران سرریاست‌ها، رئیست شعبه‌های علاهیده دستگاه مرکزی، رهبران ساختارهای تابع کمیته در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک داشتند. جلسه را رئیس کمیته افتتاح نموده درباره نتیجه‌های فعالیت، همچنین دستاوردها و مسئله‌های حل طلب در سمت پیشگیری و برطرف‌سازی حالت‌های فوق‌العاده سخن راندند. رئیس کمیته تأکید نمودند که برای تحکیم آمادگی دائمی هیئت شخصی، بهتر نمودن کار با اهالی، تکمیل همکاری‌های بین اداروی و استفاده ثمرناک امکانیت‌های تکنیکی باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند. سپس در نوبت خود نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالمجید عبدالسلیم زاده، معاون یکم رئیس کمیته گنرال مایور لطیفزاده حاتمشاه با گزارش‌های مفصل برآمد نمودند. آنها از نتیجه فعالیت ساختارهای کمیته، اجرای نقشه‌های کاری و تدبیرهای عملی در سمت‌های پیشگیری از آفت‌های طبیعی، برطرف‌سازی عاقبت‌های آنها و تأمین امنیت اهالی سخنرانی نمودند. در ادامه جلسه رهبران ساختارهای تابع کمیته در شهر دوشنبه، ولایت‌های سوخت، ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان برآمد نموده عاید به سمت‌های دخلدار فعالیت خدمتی، نتیجه‌های به دست آمده و وظیفه‌های منبعده معلومات مفصل پیشنهاد کردند. همچنین آنها یک قطار پیشنهادهای عملی را جهت بهتر سازی فعالیت ساختارهای تابع، بلند برداشتن سطح کسبی کارمندان و تحکیم کارهای فهماندهی میان اهالی منظور نمودند. در انجام جمع آمد تاکید گردید که رهبریت و هیئت شخصی کمیته منبعد نیز تمام سعی و کوشش‌های خود را برای تأمین امنیت شهروندان، حفظ حیات و سلامتی آنها، همچنین پیشگیری و برطرف‌سازی عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده روانه خواهند ساخت.